همین الان اومدم خونه با 3 تا ساک کاپشن و لباس زمستونی. خیلی آف زده بود. همه لباس زمستونیاش مثل کاپشن و مثلا هودی و دورس و اینا از 198 تومن تا 398 تومنی بود. 4 تا کاپشن و 4 تا پافر و کلی هودی و دورس که الان بهتون نشون میدم خریدیم. همه با هم شد فکر کنم 3200. این وسط من حواس پاستا کردم. حال نشم پنه آلفردو درست کنم دیگه. دارم یه پاستای همجوری من در آورده درست میکنم که خیلی خوشمزه است. همیشه درستش میکنم. البته که با گوجه گیلاسی خیلی بهتر میشه چون یکم ترش‌تر گوجهش، ولی نداشتم دیگه همین رو رنده کردم پوره‌شو دارم استفاده میکنم گوجه‌های درسته رو. اینا رو بهتون نشون بدم. خریدام همونجوری که قولشو داده بودم. 3 تا ساک بزرگ خریده. حالا بعد این سعی میکنم بپوشم تو تن و اینا بهتون نشون بدم. یکم پافر کوتاه که خیلی تو تن خوشگلن. من خیلی دوستشون دارم و از اونجایی که من عاشق رنگ سبزم همیشه اولی انتخابم این رنگ سبز زیتونیه. این سایزش یکم کوچیک‌تر، این اسمال اون لارجه، ولی چون من کلا جلوی پافر و اینا نمیبندم و زیرش یه چیزی میپوشم برام اوکی بود. خیلی تو تن خوشگل بود. این دونه 198 بود. نمیدونم به اینا چی میگن ولی این خیلی چیز باحالیه. سویشرته نمیدونم چیه ولی بلنده تا روی زانو هستش و خیلی گشاد و اوورسایزه ولی واقعا خیلی باحاله. مثلا آستیناش بلنده، یه چیز اینجوری لشتوره دیگه. من خیلی از این استایلای مثلا لشتور و اینجوری گنگتور اینا خوشم میاد دیگه چون فکر کنم زیپ داره بهش میگن سویشرت. 198 تومن. صورتی داشت که صورتیش هم از اونجایی که دیدم همه دنبالشن اینجوری بودم که وقتی همه میخوانش یعنی چیز خوبیه پس برش داشت. لک و اینا داشت، با اینکه لک هم داشت لکای خیلی کوچولو، ولی من یه مدل اینجوری برداشتم چون خیلی دوستش داشتم و یه دونه ازش مونده بود. گفتم خب فدای سرم که لک داره میپوشمش، اصلا مهم نیست که لک داره. هودی توره ولی کراپه. اینم 198 بود. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. اینم یکی مثل همونه، حالت کراپ توره ولی من میدونید دیگه همتون چون عاشق رنگ سبزم گفتم اینم میخوام. جلد شروع که یکم اینجوریه که کلاه داره. این دورسه، گفتم مثلا زیر کاپشن اینا میپوشم. اینا رو که گرفتیم دیگه زمستون تموم شد. درست اینو مال سال دیگه است ولی چون قیمتش خوب بود گفتم سری شکار رو بزنم. اینم 198. اینا همه 198 بود. کاپشناست. 2 تا کاپشن من برداشتم، یه دونه مامانم برداشت که خیلی خوشگله. پفیه. من تا کاپشن پفی نداشتم وقتی که گفتم مثلا اینجوری بودم که مثلا هرچی پفی بپوشم چاق میکنه و یه دونه بود بچه‌ها رنگش اینجوری سبز بود کاپشنه، خیلی خوشگل بود ولی خیلی پف زیادی داشت. اینم سبزش. یام پاستای لذیذ من آماده شد. خب بچه‌ها اولیش اینه که این هم هودیه است با اینکه گفتم این شکلی خیلی خوشگله به نظرم. کوچیکه مثلا اسماله. یکم اگه بزرگتر بود خیلی بهتر میشد ولی anyway مهم نیست که به تنهایی میشه پوشیدش. من قچاق نیستم و اینجوریم. خب این اون یکیه. بچه‌ها که کلاه داره اینجوری میشه استایلش کرد. هم روش میتونی کاپشن بپوشی. نه رنگش میخوره باحاله. وایسی یه همچین چیزی خوشگله، دوستش دارم. خب این کراپ سبز است. من چی میگم بچه ها؟ احتمالا میخوام برم موهامو فردا کوتاه کنم تا اینجا
به نظرتون بهم میاد؟ واقعا پسندیدم صدیقمو. خیلی دوست دارم این استایلا رو. Yes or no؟ اینو واقعا خوشمزه است، خیلی راحته، خیلی راحته. به شدت گشنم، به شدت گشنمه. جاتون واقعا خالی. آقا من اینو باید بهتون یاد بدم حتما درست کنید. وای وای عالیه. ببین محتویاتشون چیه، چون بعضیاش توش چیز داره، آناناس و بادام جون و این. کسانی که فکر میکنید که آره فقط پدرام منو دوست داره، ما این حالت پاتو بده، این حالت ها رو هم داریم که مثلا میگه پام درد میکنه، من مواد چیزیمو میارم و عشقم رو اینجوری بهش ابراز میکنم. بعد حالا میخوام ازش پاکسازی صورتم بکنم. الان اش داری میکنی ببینمت، اش میکنی.
پاکسازی پوستینا چی بود؟ سفید شدی. عالی. خوابیدی یا لایک به دوربین ما نشون میدی؟ بگی بخواب. اینجوری بودم که رفتم بیرون و انقدر گشتم شد و همش بیرون چیزای خوشمزه میدیدم، فسفود اینجور چیزا و این مدلی بودم که برم سفارش بدم گور بابای رژیم. از این طرف دیدم که نه تو که زحمت کشیدی. یه رایس کیک خریدم و بعدش یادم اومدم خونه. اینقدر گشنمه که حد نداره، واقعا گشنمه. یعنی از صبح با شیر و خورما و یه نون توست و اینا زندم، سردرد گرفتم واقعا. قشنگ در حال حاضر تنها چیزی که میتونه بهم کمک کنه هودیمو تازه خریدم دورسامو ذره گشاده باحاله. تنها چیزی میتونه بهم کمک کنه الان اینه که غذا بخورم، چون این مدلی هم که از بس غذا نخوردم گشنم مثلا حال ندارم، یعنی حال حرف زدنم حتی ندارم. خیلی جلو خودم گرفتم و به خودم افتخار میکنم. سریع چایی بذارم بجوشم. یه چای رایس کیکمون نشه. ببینم سیب داریم توی یخچال، سیب داشته باشیم روش سیب میذارم و دارچین و خرما. امروز پنجشنبه است، بعد بیکار نشسته بودم ولی هوا خیلی سرده و بارونی. نشسته بودم دیگه. فاطمه دوستم زنگ زد، همون که واسه شب یلداش ولاگ شب یلداشو گذاشته بودم دیگه. زنگ زد گفت آماده شو بیام دنبال تو اینا، با هم دیگه بریم یه کافه توی فومن فکر میکنم یا لاهیجا، نمیدونم، خیلی خوشگله. حالا الان ساعت فکر کنم 1 آره دیگه نزدیک 1 رو به 1 دیگه داره میاد. گفتم اونم رژیمه، گفتم یه نیمروی چیزی میزنیم رون توست میخوریم ما هم، حالا اون بیاد و درست کنیم و بخوریم. منم رفتم همون دوش گرفتم آماده شم خوشگل بشم بریم اونجا. اینجوری خیلی خوبه که دوستایی داشته باشید که یهویی بگن آقا آماده شو بیام دنبالت، یا مثلا حالت خوب نیست بگن بپوش دارم میام بریم مثلا فلان جا. مخصوصا اگه ماشین داشته باشن که خیلی خوبه. ماشین هم داشته باشن حالا میام پیشت خونه‌ت یا میرین کافه، ولی ماشین داشته باشن میری تو ماشین میشینی ضبطو زیاد میکنی میگی میخندی میری یه جای دورتر، دست هیچکی بهتون نمیرسه، خیلی حال میده. اینم صحنه منه، نصف کاسه عدسی له شده البته دیگه. اینو بخورم که ذره ته بندی بشه، خیلی گشنمه. من رسیده و من اینجوری بودم که وایسا من هنوز نهار نخوردم، بذار اینو آخر سر میذارم. دارم میپزم. اینجوری لباسای تا زمستونی میپوشی پف داره، مثلا 500 کیلویی و 2 برابر میشه. آقا این نهار منه، داغ ولیشی بخورم.
داره زنگ میزنه. وای عروس چقدر خوشگله. تو ما دستون قشنگ چقدر تیپ اون شبیه همه رنگش. آره دیگه ما داریم میریم و بریم ببینیم کجا میخواد ما رو ببره. آره جون خیلی خوشگل شده بهش. این همونه که با هم خریدیم تو ولاگ قبلی ها. آره دیدم. لوکیشن خوشگل تا حالا هم نرفتیم، بریم ببینیم از این مرداره میریم. خوش اومدید به تیبام. اسمش تیبامه؟ تیباخ. اگه خوب بود بهتون میگم بیاد. ولی خیلی خوشگله واقعا. میافته قشنگش. خیلی خوب. بیا از این ور ببینید. واقعا اینجا خوشگله بچه‌ها. اینا رو ببینید. فقط واسه عکس گرفتن. آره. اینا باغ چاییه. بعد اون ته یه دونه کافه است. خیلی خوبه. حالا بریم ببینیم که چجوریه. نگاه همه طرفش چای. مدلیم که الان هیچ چیز رژیمی اینجا نیست و اشکال نداره که رژیم نباشیم. واقعا ارزششو داره چون خیلی خوشگله. کلم بزرگه الان همچنان نرفته. کلت وقتی بزرگه و کلا توش نمیره رو نمیره. برو تو برو. میاد میگیره پاشم. نه بابا اون فکر کرد تو می‌خوای بیا کمکم کن. هاپو بیا اینجا اون هیچی نداره. اونجوری میکنی خوب. یه دونه ژست هست بگی داری میگیری؟ آره یه ژست هست بابامون میگرفتن. چجوری بود؟ پاچوک میشه. یه دونه همین خزوخیلای این استا بودن، یه پاش عقب یه پاش جلو اینجوری دراز میکرد. اون چیزه مدلای زارا همون. برو انجام بده. برو یه پا تو جلو یه پا خم کاسه توالتش هم قشنگه. کاسه توالت که نیست ولی روشویی. عجب چیزیه. یه سلفی اونش همچی تو دستشویی سلفی ها خیلی بهتر میشه. به به بچه اومدید اینجا حتما برین دستشویی. پیشنهاد میشم. با اجازهتون. بله. سر ببر. بخوام نظر کلیمو بگم واقعا جای خوشگلیه. ببینید هم این ورش که کافشه هم این ور جای خیلی خوشگلیه ولی حس میکنم یکم گرونه.
مثلا ما یه چای 2 نفره سفارش دادیم که شد 150 تومن یه دونه چایش فقط، و رشته خشکار 2 تا، یعنی یه رشته یه خشکار 75 تومن بود. یه کوچولو قیمتاش بالاست ولی ارزش داره، خب پول مکانش و بالاخره اینا رو میگیره دیگه. ولی چایش هم خیلی خوشمزه بود، چای فومن و گس و خیلی باحال. ولی کلا ارزش داره که بیای مثلا یه کم هزینه کنی واسه عکاسی و اینا، حالا یه چیزی میخوری و بقیه‌اش هم یه عکسای خوشگل میگیری. حالا هوا امروز ابری بود، فکر کنم آفتاب باشه خیلی خوشگل‌تر میشه. ما دیگه داریم اینجا میریم بیرون. ساعت چنده؟ فکر کنم 5 هست. 5 داریم میریم. کجا میریم الان؟ میریم سمت خونه میریم که یعنی سمت رشت میریم که من میخوام یه بوت بلند بگیرم مثل مال فاطمه نشون بدم. البته نه پاشنه بلند اسپورت. من کلا خانومانه نمیتونم بپوشم، ماشین اینه. بعد همین که یه چیز دیگه هم قرار بود بگیریم. کلاه فاطمه که دیدی تو کلم زنه، فکر کنم میتونم اینجوری مشکل پیدا کنم. همیشه از این اسپورت ها میذارم. آهنگ باحال بذار. چشم. چی دوست داری؟ الان یه ابی اینجوری باحال. آره باش. ابی میذاریم برای شما، کنسرت میذاریم. به تو نامه می‌نویسم ای عزیز رفته ای همیشگی ترینش در حضور حضرت تو. اگه نرفته بودی دل منو نمی‌برد پرنده پر نمی‌سود تو بگیمیش نه نمی‌پیچیش میگه ببین محیطو بزنیم با هم محیطو ادامه نداره شوی تو جی چطوری. کلید به سمت خیابون پشت دیوار شد. یه چیزای دیگه مثل یه جای منفی شدن همین نسیده چطور دریمازش کار بخیرش قدم به قدم. آخه خیلی چیزا هنوز نمیدونه. بالاخره یه وای دلم انقدر دیشب برونی میخواست درست کنم. ترش خوشمزه. یه بس کنیم یا آش دوغ یا آش ترش. وای من برم بیام. خیارشور سرکه رژیم رو تر کنیم. حالا باز داریم سعیمون رو میکنیم که رژیمی باشه. چی میذاریم تو هواپس؟ نظرت بدون روغن روش اسپره میکنیم روغن. اینا چه کیوتن. زن شهری اومده لباس خوشگلی میشیده. آره وای اینو نگاه اخبر. وای باقالی نمیخواد. داشت باقالی خیس میکردم. اینجا باقالی خیس نداره. زیبا. دستکش من پسند پیدا کردیم سبز. ایتالیایی هم. ایتالیایی چند؟ 52 تومن. او ولش کن بابا. آره. سس میزنه این بازیکن. رژیمی مثلا. ولی خدایی خیلی گشنمونه. از صبح با یه دونه نیمرو زنده ایم دیگه. این واقعا حقمونه. بس. خیارشور گوجه. جاتون خواهد نونش این تورداه خیلی تازه بود. کنجد داره. آره دیگه پخت الانشون. کاهو هم بذار. یه بار از من پرسیده های اون چرا که لازم بوده درباره سفر من ناره بذار اون برکه بهتون گفتم یا نه. صادقانه میگم بله گفتم. حقیقت رو گفتم. البته ممکنه همه چیز رو نگفته باشم. منبقای انفاق از دادن اون نخود و این مصرف را دور باعث شه هر لحظه بیشتر میشه و همراه با این عشق ابتدا صدای هم شد. چی بودی آوردی مادر؟ سپرایز کردی منو. ها؟ با شما هم یو رفتی پایین اومدی این چی آوردی؟ ای خدا دوست هم داری مگه این کارا رو میکنی؟ آره؟ بله
دوست داری منو؟ میدونی من ترشی خورم؟ اوه جگر من. مرسی ازت. قربان شما. این چیه؟ انجیره؟ برگام انجیر ترش سالو خوردید؟ بیا اینو بخور. من نمیخوام. من خوردم. اینو بخور. میخوام ریاکشن تو ببینم. همونم چه مزه‌ایه. ترش دیگه. خب ما از دریا عبور کردیم. این باید شاید واقعا